ضبطه. خب سلام دوستان، ما دوباره برگشتیم با یه غذای هیجان انگیز ایرانی. همتون مطمئناً با پلو تن سیر آشنایی دارید. تن ماهی، برنج و سیر، یه ترکیب فوق‌العاده که هممون باهاش خاطره داریم و واقعاً خیلی میچسبه. حالا ما امروز اومدیم که این غذا رو یه مدل دیگه ارائه بدیم و در ضمن سسش هم از هوش مصنوعی کمک گرفتم. بریم سراغ آشپزی. خب بریم سراغ سس جذابمون که از هوش مصنوعی هم یه کمک‌هایی گرفتیم که بر پایه سیر ترشی سیر و لیمو هستش و برای قوام دادنش از نشاسته ذرت استفاده می‌کنیم. زیاد صحبت نمی‌کنم و بریم سراغ درست کردنش. خب اینم از سسمون آماده شد، به یه همچین غلظتی رسید و میریم برای تستش ببینیم. عجب سسی شده. واقعا من عاشق این ترکیب خلاقیت آشپزی با هوش مصنوعی ام. خیلی جوابه. تا حالا سس با طعم سیر ترشی خورده بودید؟ درجه 1 حتما امتحان کنید، به شدت پیشنهاد میکنم.
خب اینم از غذامون آماده شده، بریم برای تستش ببینیم چه کردیم. من سس بیشتر میریزم و طعمش که طعم همیشگی رو میده، پلوتون سیره و کوکو سبزی با این سس خیلی جذاب شد. حتما امتحان بکنید و در آخر ممنون میشم که چنل ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید و در آخر هم شما باز نظر بدید که غذای بعدی چی باشه. خدا نگهدار.